خیر باشه کمیسر. بعد یه همچین روزی با این همه اتفاقای عجیب، خب چیکار کنم لطیفه؟ واسه من و تو فقط لحظه ها میمونن. یکم کلیشه‌ای میشه اما از لحظه هامون لذت ببریم. خب یعنی چطوری؟ چطوری؟ زمان وامیسته، دنیا وامیسته، ماه برای یه شب آروم نورشو پخش میکنه، جهان این دفعه همه چی برای ما میشه. عشق ما اینقدر با ارزشه. هر چقدر که زندگی ارزش داره، عشقمونم همونقدر با ارزشه. Aşk serseri bir kuş, bazen istesen de tutamazsın, aç kanatlarını. Bırak korkuların orada kalsın, biz seninle sonsuz olalım. Her sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne doladım. Bırak sen de kaybolayım. Her sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne doladım. Bırak sen de kaybolayım. Bu masalda mutlu son var, sen de benim yarınım var, inan bana. Ne olur korkma. خب بعد از این اتفاقا خیلی فکر کردم اینکه چه راهی میتونیم پیدا کنیم، یه جور راه فرار. درباره این بچه ایپک همه مشکوک بودن، یعنی اینطوری پیداست. شنیدم که به شوهرشم مشکوکن، اونم تو پرونده سرپرستیه. با فیلیس صحبت کردم، اونم یکم تحقیق کرد. 3-4 تا شرکت هستن که آزمایش DNA انجام میدن. به همشون مراجعه کردم اما جوابی نگرفتم، چون که همه پنهون بوده. من به یه پلیس احتیاج دارم. اینجا من باید دست به کار چماره؟ براوو. چقدر زود مطلبا گرفتی. خب پس پلیس بودن تو نشون بده. ببین پسر ایپک از عمر بوده یا نه. وای آرتا، اینا رو پر فلفل کردی. من که اینجوری تون دوست ندارم. منم دوست ندارم رو کاناپه بخوابم، اما تو زندگی که نمیشه اوضاع اونجوری باشه که ما دوست داریم، مگه نه عزیز دلم؟ چقدر خوب، خوشحال شدم اینو فهمیدی. آرتا یواشتر، الان بیدار میشه، کل شبو نخوابیده. معلومه فکرش پیش پسرشه. پیش یازه. تو هم گیر دادی به اسمشا؟ خب چطور گیر ندم؟ این همه سال مگه آرزوشون نبود که بچه دار بشن؟ بچهشون هم پسر باشه، اسمش هم بذارن یاز. ما هم شنیدیم، شوکه شدیم. دیشب وقتی اسمشو گفت جیگرم آتیش گرفت. آره منم میگم شاید به خاطر روزای قدیم این اسمو گذاشته، اما آدم مگه آزار داره هر بار صداش کنه عذاب میکشه. والا به نظر من فداکاری مادرانه نیست. تازه وقتی داشت میگفت عمر رو نگاه میکرد. دیشب خوابم نگرفت، یکم فکر کردم. خب اینا بعد از آکادمی جفتشون رفتن وان. 2 ماه بعدش هم این دختر ازدواج کرد. خب وقتی تاریخ تولد بچه رو ببینی 7 ماه بعد شده باشه. فکر کنم بچه از عمره. مثل این خاله زنکا نشستی واسه خودت حساب کتاب کردی؟ چه ربطی به خاله زنکا داره؟ بحث سر زندگی بهترین دوستمه. اگه قضیه اینجوری باشه
زندگی عمر نابود شد رفت گفته باشم. لطیفم همینطور. لطیفی که بدتر. تو واسه یه بچه که نبود منو ترک کردی. لطیفه وقتی اون بچه رو ببینه میخواد چی کار کنه نمیدونم. میخواد چی کار کنه؟ عمر رو ول میکنه دیگه. هلین اینجاییم. تولگا زنگ زده که از کسایی که بهش مشکوک بودیم و پیدا کرده. اسمش عارفه. یه چند تا آدرس هم داره. میگه بیاین. باش. عالیه. لطیفه 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 صبح بخیر. صبح بخیر. وقتی بیدار شدم نبودی. فکر کردم رفتی. واسه چی برم؟ من تو جایی که هستم خوشبختم. کلک نزن بشین. املت تو فره میسوزه. والا میز 10 تا ستاره میگیره، ولی این املت توی فر یه جوریه واسم یکم عجیبه. تو مطمئنی؟ به نظر من اول بخورش بعد نظر بده. دستورشو از یکی از دوستای آشپزم تو روم گرفتم، اما اگه بازم خوشت نیومد من خودم تنهایی همش رو میخورم. باشه